دوستان سلام. من در ادامه سعی میکنم که بهتون توضیح بدم پلتفرم HAHM چطور کار میکنه، بهتر بگم چطور کسب درآمد میکنه و اینکه درآمد ما از چه طریقی هستش. و یک نکته خیلی مهم اینکه تفاوت اصلی شرکت HAHM با بقیه سیستم های هرمی که اکثر ما میشناسیم چی هستش. ابتدا نحوه کسب درآمد شرکت HAHM رو میخوام براتون با یک مثال توضیح بدم. در حال حاضر من دنبال خرید یک جاروبرقی خودکار هستم. جدا از قیمت این محصول، یکی از مهمترین معیارهای انتخاب برای خرید یک محصول اینه که شخص ببینه چه نظری و چه میزان رضایتی خریدارهای قبلی از این محصول داشتن و این دقیقاً کاری هستش که شرکت HAHM از طریق ما انجام میده. در واقع HAHM این سفارش رو از شرکت ها میگیره که با نظردهی مثبت براشون آواز، شهرت و اعتبارشون رو افزایش بده و از این طریق کسب درآمد میکنه و ما دقیقاً این کار رو برای HAHM انجام میدیم و متعاقباً حقوقمون رو دریافت میکنیم.